چقدر این جریان لیبی برای امت اسلام درس آموزه. لیبی رو تحریم کردن، مشکل براش ایجاد کردن، قذافی و پای میز مذاکره نشوندن، گفتن آقای قذافی ما فقط از تو 3 چیز میخوایم، هیچ چی دیگه نمیخوایم. 1. صنعت هسته‌ای تو متوقف کن. 2. صنعت موشکی تو محدود کن. 3. اطلاعات دانشمنداتو به ما بده. این دانشمندات کجا درس میخونن؟ این که چیز مهمی نیست. این 3 رو به ما بده. خب من حالا صنعت موشکی و هسته‌ای ندارم، یکی بهم حمله کرد چیکار کنم؟ آقای انگلستان باید متعهد بشه هر کی به کشور من چپ نگاه کرد انگلستان بیاد از ما حمایت کنه. قرارداد امضا کردن، پیمان نامه امنیتی نوشتن با انگلستان. قذافی صنعت هسته‌ایشو تعطیل کرد، صنعت موشکیشو تحریم کرد. آمریکا تحریما رو نداشت. مشخص نیست که با لغو تحریم‌ها دولت لیبی چه رفتاری در پیش خواهد گرفت. به نظر من لغو تحریم‌های لیبی بسیار خطرناکه و ممکنه تبعات ناامید کننده‌ای برای همه داشته باشه. و انگلستان هم که قول داده بود هر کس به تو چپ نگاه کنه پدرشو در میاریم، خودش به قذافی چپ نگاه کرد، خودش حمله کرد به قذافی با ناتو. قذافی ساقط شد، با اون وضعیت کشته شد. الان هم شما ببینید کشور لیبی به چه روزی افتاده، چند تکش کردن. I hope that other leaders will find an example in Libya's announcement today. There's going to be no. این یک ترفند تازه برای تحت فشار گذاشتنه. ما مخالفینمون رو که برای ما مشکل درست میکنن از ارتباط با دنیا دور میکنیم. اونها توی این انزوا له میشن و از بین میرن، مگه اینکه بخوان با ما به زبون خودمون حرف بزنن. این عادت آمریکایی هاست. فقط منفعت خودشون مهمه. کشورهایی مثل ایران و کره شمالی باید از رفتار اونها با ملت لیبی درس بگیرن. آمریکایی ها فقط خوب حرف میزنن و خوب تهدید میکنن. همانطور که سال 2003 نقطه عطف تاریخی برای مردم لیبی بود، سالهای دیگه نیز میتونه نقطه عطفی برای مردم ایران و کره شمالی باشه. به خدا قسم بارها این نکته به ذهنم اومده که اگر مردم ایران به نظام ولایت فقیه رأی نداده بودن و سایه ولی فقیه بالا سر این کشور نبود، عاقبت ایران مثل عاقبت لیبی بود.